عزیز، یک چند وقتی هستش که داریم تقریبا 5-6 روز یک کار باحال میکنیم و بخش خبری 23 به عنوان پربینندترین بخش خبری صدا و سیمای ایران رو تحلیل میکنیم، دروغاشو در میاریم. من بارها گفتم و یه ایده جدید هست، توضیحات رو حالا میدم چون ممکن تا 10 قسمت اول مخاطبان جدید به برنامه اضافه بشه. توضیحات رو میدم که همه دوستان بدونن. یک ایده جدید رو داریم انجام میدیم، حالا نمیدونم خوبه یا نه، ولی خب آن چیزهایی که وجود داره و دروغ‌هایی که در بخش‌های خبری صدا و سیمای ایران به خورد مردم میدن که بخوان پشت پرده یه سری اهداف رو کاور بکنن، یه سری خبرهای به اصطلاح پوششی رو اینها منتشر میکنن و ما امروز در بخش خبری 23 به اونها میپردازیم و با هم دیگه میریم جلو یکی یکی که ببینیم چه اتفاقاتی میفته. لطفا کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، حتی اگر از اخبار خوشتون نمیاد ویدیو رو لایک کنید چون طبق قانون یوتیوب ویدیو بالا میاد و حتما برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خب آغاز میکنیم بخش خبری 23 رو، سه‌شنبه 15 مرداد 1397 رو. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها و آقایان سلام، شب شما بخیر باشه. خوش آمدین به 23 امشب. یه نکته بگم، این سبک اجرای 23 یه سبک خاص کاملا روانشناسی شده است و با یه لحن خاصی، با یک آب و تاب خاصی خبرها رو میگن که مردم میگن واو، مثلا داره چه اتفاقات عجیب و غریبی میفته. لطفا به لحن‌ها دقت بکنید و گول لحن‌ها و ظاهرها رو نخورید. 24 ساعت با شیب ملایم، این بار رو به پایین. در روزی که بورس رکورد بهترین روز تاریخش رو ثبت کرد، گزارش‌های میدانی حاکی از کاهش قیمت‌ها در بازار ارز، سکه و خودرو. ببینید جوری خبر رو میگن، اولا که قیمت رفت بالا هیچ وقت خبری منتشر نکردن، بعد جوری قیمت‌های ارز و سکه رو میگم اومده پایین، انگار مثلا ارز و سکه شده 1500 2000 تومان. بابا ارز مثلا دلار 11000 تومان بوده، امروز شده 9000 تومان، در صورتی که دلار قیمت واقعیش بعد 5000 تومان باشه. ببینید با چه سبکی گزارش‌ها رو میان میذارن خبر اول و مهمترین خبر که مردم میگن واو چه اتفاق خوبی داره میفته و چه اتفاقات عجیب و غریبی، و خیلی راحت و خیلی جالب اینجوری با این لحن و ادبیات میخوان سر مردم رو کلا بزنن. خب ادامه بدیم. تحرکاتی که برخی اون رو واکنشی به سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی میدونن. تحرکاتی که برخی اونها واکنشی به سیاست‌های جدید بانک مرکزی و همون سیاست ارزیش میدونن. ببینید داستان این هستش که ما در ویدیو قبلی که در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده هم گذاشتیم گفتیم که بانک مرکزی اومده یه سیاستی رو جدیدن ایفا کرده و مردم میگه آقا جون مادرتون پولاتون رو از تو بالشتاتون از تو خونه یوروهاتون رو وردارید به ما بدید چون داره سیستم بانکی ایران ورشکسته میشه. و اینها میان اینجوری این خبرها رو در صدا و سیما و در بخش‌های پربیننده پروموت میکنن که بگن آره داره اتفاقات خوبی میفته، مردم پولاشون رو دارن میارن برمیگردن. در صورتی آقا کی آورده؟ هیچ کسی نمیاد طلا و ارز خودش رو بفروشه. چرا نمیاد بفروشه؟ به خاطر اینکه اگر بیاد بفروشه میدونه آقا 4 سال دیگه دوباره میره بالا، یا این یه سرمایه است، حداقل میدونم سرمایه هم خراب نمیشه و کسی که طلا و سکه و ارز میخره اینو به عنوان سرمایه میخره و میدونه که به سیستم بانکی ایران اعتمادی نیست. این نوع خبرهای پوششی رو اینها در صدا و سیما منتشر میکنن، بعد میان با 2-3 نفر هم مصاحبه میکنن، قطعا الان همه میگن آره خوبه میخوایم بفروشیم کسی نمیخره و فلان اینا، که مردم رو تحریک بکنن برن ارز و دلارشون رو بریزن توی بازار. مطمئن باشید تا 1-2 هفته دیگه هم ارز دوباره میکشه بالا. گزارش 23 از 0 تا 100 ماجرا. قرار از بسته ارزی جدید بانک مرکزی رونمایی بکنیم. بسته ارزی بانک مرکزی، این بسته منو کشته. ببینید با این بسته میخوان چه اتفاقاتی رو رقم بزنن تو روزهای آینده، منتظر باشید. اجازه بدید که قبل از رونمایی از این بسته ما از مهمان امشبمون هم رونمایی بکنیم، آقای دکتر عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی. همتی با بسته جدید آمد، بسته سیاست‌های جدید ارزی، بسته‌ای که قراره ارز 4200 تومانی رو فقط به کالاهای اساسی و ضروری مثل دارو و قوت روزانه اختصاص بده. این ادبیات گوینده رو میبینید، بسته فلانگاه، یه بسته‌ای که مثلا ارز رو الان میکنه 4200، میگه بسته 4200، نمیگه ارز الان تو بازار آزاد 9000 تومنه، میگه ما یه بسته آوردیم 4200. خب بعد جالبم هست میگه که فقط برای دارو و برای خورد و خوراک، در صورتی که قیمت نمیدونم خودرو اینا رو دیروز داشت میگفت ربطی به قیمت خودرو نداره، پس قیمت خودرو میکشه بالا.
مساله میکشه بالا، مساله ساختمون، پس قیمت خونه هم میکشه بالا. پس اتفاقی که میفته این بسته شما از همین اولش مشخصه داره شکست میخوره. ببینیم خب چی میگه آقای همتی. دستور آقای رئیس جمهور است که اینها نرخ این کالاها تا پایان فروردین 98 هم نباید هیچ تغییری بکنه. میگه که نرخ کالای اساسی تا فروردین 98 نباید تغییر بکنه. امروز 15 مرداد 97 ویدیو هم ذخیره میشه. ببینید آقا تو این 6 ماه چقدر جنسا میکشه بالا، اصلا نیاز به تحلیل نداره. خب 4200 تومان 4200 و خود قیمت کالاها. اما بقیه کالاها با ارز آزاد وارد میشن، ارزی که در بازار ثانویه بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری میشه. این عرضه و تقاضا اینجوری نیست که همینجوری ول بشه. البته ما معتقدیم بازار خودش بهترین رو میشه. ما در نرخ دخالت نخواهیم کرد. میگه ما در نرخ دخالت نمی‌کنیم. پس شما در چی میخواید دخالت بکنید در هیئت دولت؟ ولی حتما بانک مرکزی و ارزی که پرقدرتی که خود بانک مرکزی هم داره در واقع اینجا خواهد بود، در مواقعی که احساس بکنه ضرورت داره در اینجا وارد خواهد شد. صرافی شما موقعی که ارز کشید بالا ضرورت بود، چرا وارد نشدید که ارز رو بیارید پایین؟ مشخصه دیگه دست خودتون توی کار بوده. خب ها هم بازیگن و نقش خریدار و فروشنده خرد رو ایفا میکنن. صرافی هم بازی، یعنی صرافی هیچ کارن. پس پول از طریق کی چنج میشه؟ از طریق سیستم های خودتون احتمالاً دیگه. خب ببینیم چی میگه. خوردم تعریفش معلومه. شما نمیتونی به یه صرافی بگی من $50,000 میخوام. این اصلا معنا نداره. وقتی $5,000 $2,000 $10,000 $7,000 لازم داره برای کار خدماتی، برای سفر، میره میخره ازش، مشکل نداره. این صرافی‌ها حتما باید خودشون رو با این بازار ثانوی لینک بکنن و در بازار ثانوی کلیر میشه، بازارشون تصفیه میشه. سیاستگزار یعنی خیلی شیک و مجلسی گفت همه چیز اوکی میشه، یعنی با این سیاستشون. خب حالا ببین اینجوری داره بازاریابی میکنه برای چی؟ بخواد مثلا چی رو به خورد مردم بده؟ جدید بانک مرکزی میگه بستگی جدید فکری هم به حال ارزهای زیر تشک و متکا کرده. ببینید بانک مرکزی از این میترسه که مردم پولهاشون رو از بانک‌ها بکشن بیرون، که بیش از 40% مردم این کارو کردن و پولی دیگه تو بانک نمونه. وقتی پولی توی بانک نمونه، وقتی دلارها و طلاها خریداری بشه از طریق صرافی‌ها، چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که دیگه ارزی در بازار نیست، پولی در بازار نیست و عملاً شکست سیستم اقتصادی ایرانه. مردم عزیزمون اومدن سپرده‌های ارزی پیش بانک‌ها گذاشتن به خیال اینکه بالاخره بهشون سود ارزی میدن و بعدش هم یه اتفاقاتی که افتاد اومدن ارزشون رو بگیرن، گفتن ارز نده معادل ریالیشو بیاریم بگیریم و این خیلی اثر بدی توی اعتماد مردم به سیستم بانکی. این یه تیکش رو هم خب گفته بودیم توی یک ویدیویی، میتونید در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده ببینید. تو این اجرای ویدیو هم موبایل من زنگ خورد، ببخشید. بعضی از بانک‌ها واقعا جفا کردن به مردم. این دفعه تصمیم گرفتیم دیگه بانک مرکزی سپرده ارزی بگیره از مردم. بنابراین مردم میتونن با خیال با تضمین بانک مرکزی. خب این تضمین رو هم توی ویدیوی قبلی گفته، میتونید ببینید دیگه. مثلا میگن آقا طبق کدوم قانون میخواید تضمین بکنید، قانونش رو بیاد به مردم بگید. شما اصلا طبق قانون اجازه ندارید تضمین بکنید، قانون خودتونا. میتونن ارزی که بیخودی گذاشتن تو خونه، تو قفسه زیر تشک گذاشتن، اینا رو بردارن بیارن توی سیستم دزدم ببره. بله. بانک مرکزی هم این دیگه مصوبه سران سقوف است. بانک مرکزی هم تضمین میکنه و این اعتماد ما میدیم، این اطمینان رو به مردم میدیم که اطمینان رو میدیم یه اختلاس 3000 میلیاردی بشه. خب این اتفاق خواهد افتاد، بالاخره میتونن سود بگیرن، هر موقع ارزششون خواستن میتونن بیان بگیرن. بنابراین ارزش روز خودشون میتونن ببرن استفاده بکنن، در این حال از سود بانکی هم استفاده کنن. همتی اطمینان داد در بسته جدید رانت و فساد جایی نداره. در بسته جدید رانت و فسادی نیست. یعنی دیگه از الان که این خبر میاد بیرون تا آخر عمرتون شما دیگه هیچ رانتی رو در سیستم بانکی ایران نمیبینید. یعنی یه دروغایی میگن لاکچری، خدا شاهده. خب اما در این حال گفت بدون کمک مردم هیچ کاری پیش نمیره. مردم انشالله میبخشن اگر ما قصوری در این زمینه بکنیم. ما ببخشیم میشه اون 12000 میلیاردی که مردم سپرده گذاشتن توی مؤسسات دولتی و خصوصی که خودتون مجوز دادید بعد لغوش کردید. خب ما ببخشیم، پول برمیگرده. ما ببخشیم اون 3000 میلیاردی که طرف رانت کرد با خودش برد کانادا برمیگرده. خب باشه ما بخشیدیم. چه سودی به ادام کنه؟ جیب شما پرتر میشه. خب
امیدواریم به خاطر قصورامون باشن. خب مردم هم باید به دولتشون کمک بکنن. ببین الان توی ترکیه شما دیدین چه همچین اتفاقی افتاد، نرخ ارزششون افتاد پایین، مردمش داشتن اسکناس‌های دلار آتیش می‌زدن. بله ترکیه اینجوری اقتصادش فلج نیست، اینجوری نیستش که جنس امروز 1000 تومان باشه فردا بشه 10,000 تومان. تو ترکیه آقازاده وجود نداره، تو ترکیه دل و دزدی مثل سیستم مدیریتی داخل ایران وجود نداره. مردمش هم بله مطالبه میکنن و جوابم میگیرن. یعنی در واقع مسائل ملی هم مهمه. ما باید بالاخره اون همیت کشوری، اون هم بالاخره اهمیتی که به یعنی یه نکته که وجود داره، این مجری من فکر میکنم اینجا نقش ماست رو داره. اگر شما به عنوان یک آدم بی‌طرف هستی بعد اون شخص رو به چالش بکشی، تمام ایرادهای طرح رو بگی. آقای قالیباف هم هستن، این خبرنگارمون دوست ما هم هستن البته. ولی خب شما اینجا نقش چی رو داشتی؟ ماست بودی، بله به به چقدر طرح خوبی، عالی. و 4 تا سال چالشی بپرس، به چالش بکش رئیس بانک مرکزی رو. قدرت ایران داریم و به اهمیت ایران داریم، به ملیتمون داریم. به نظر من اینا باید کمک بکنه ما مثل زمان جنگ دکتر، در یعنی جنگ دیگه، جنگ مگه مفهومش حتما باید حمله در واقع موشکی و نمیدونم فیزیکی و هواپیما و اینا باشه. رئیس جدید بانک مرکزی که از کارکرد بسیج جدید اطمینان کامل داره، برنامه رو با یک شوخی به پایان رسوند. ما برنامه‌ریزی کرده بودیم راستش تا مثلا حدودای 12 در خدمتتون باشیم. بالاخره قطع کنید ولی... یه آهنگ چیزی پخش کنید مردم صفا کنن، همش که من نباید حرف بزنم. برنامه تمام بله دیگه صفا کنن مردم، پولا رو سازمان و اون مرکزی که شما مدیرش هستید و اون ارگانی که شما مدیرش هستید میکشن بالا. خب بعدم آهنگ بذارید دیگه. شد و اثرگذاری که صحبت‌های رئیس بانک مرکزی شروع. اولین اثر روی بازار سرمایه بود، جایی که رکورد تاریخ بورس شکست. یعنی رئیس بانک مرکزی اومد سخنرانی کرد، توپ شد دیگه، همه چیز اوکی شد، جنس هم کشید پایین، یورو هم کشید پایین. ببین اینا بازیای رسانه‌ایه، میخوان یه ارزی رو بیارن پایین، میگن آقا تو برو صحبت بکن، ما یکم میکشیم پایین توسط مافیایی که خودمون داریم. خودشون هم گفتن که مافیاشون از طریق دولت بوده، خودشون تو قسمت قبلی تحلیل بخش خبری 23 ببینید گفتیم دیگه، خودشون میارن میکشن پایین، یه خبری هم پروموت میکنن. یه دروغ از این بالاتر دیگه نمیشه گفت. خب 1500 میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد و اولین بار شاخص بورس به بیش از 133600 واحد رسید. اینجا در بازار صرافی‌ها و طلافروش‌ها از مردمی میگن که برای فروش ارز و سکه اومدن. از همین صبح یه پالسای مثبتی اومده. صنف ما متأثر از بحث قیمت ارز. پالسای مثبتی اومده. خب بعد اینو از قول کی میگه؟ بازرس هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر. وقتی قیمت طلا و دلار و اینا رفت بالا، اولین نفری که سود کردن شما بودید، چون یه سری از جنساتون رو نفروختید، یورو نرختید توی بازار، طلا ندادید تو بازار. طلایی که روز مثلا 3 ماه پیش خریده بودید مثلا گرمی 100,000 تومان، الان شده گرمی 300,000 تومان. مثال میزنم، حالا گرمش رو دقیقاً نمیدونم چقدره. یعنی تأثیری که قیمت ارز رو جنس ما و رو طلا داره، خب این یه تأثیر بسزاییه. همه بابت فروش میان، با احتمال اینکه خیلی هم پایین بیاد زیاده، چون خیلی فروشنده زیادن. ارزم همینجور، سکه هم همینجور، ارزم همینجور. خیلی مثلا نگاه کنید، برای مردم شمارش معکوس میزنن 1 روز مانده به اجرای سیاست‌های جدید ارزی. خب ببین این نوع تیتر زدن ها داره مردم رو ترغیب میکنه آقا جون مادرتون بیاد پولاتون رو بریزید تو بازار، طلاهاتون رو بریزید، یوروهاتون رو بریزید. یا نمیتونستن بفروشن، دست نگه داشتن، ولی الان راحت میان میفروشن. اگه آزاد بشه قیمت اصلی دلار دست مردم میاد. حالا میخواد 1 تومن باشه، میخواد 5 تومن باشه، شفاف میشه، لااقل مردم تکلیفشون رو مشخصه دیگه، تو کوچه پس کوچه دنبال دلار نمیرن. مردم این مدت رو میآوردن به دلالا، ولی اینطوری رو به صرافی‌ها میارن. این قضیه خب قابل اعتمادتر هستش و مثلا رو قیمت هم تاثیر مثبت میذاره. بسته که جدید سیاست‌های ارزی از فردا اجرا میشه. بسته‌ای که به گفته کارشناسان هنوز نیامده اثر مثبت روی بازار گذاشته. باید دید آنطور که کلیددار جدید گاف صندوق بانک مرکزی میگه آیا پای رانت و فساد و دلالی و جمشید بسم الله ها از بازار ارز قطع میشه؟ بعد ما هم ببینیم قطع میشه. صبور باید بود. خب شما بیننده 23 15 مرداد هستید. دستگاه قضا پای کار مبارزه با مفسدان.
البته با حفظ حقوق افراد. رئیس قوه قضاییه با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با اخلالگران اقتصادی و آماده شدن چندین کیفرخواست در پرونده‌های اخیر اقتصادی از توصیه‌های دلسوزانه علما و مراجع برای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی استقبال کرد. دیدید گوینده چی گفت؟ گفتش که با حفظ یه سری مسائل. یعنی چی؟ یعنی ما میگن خب برخورد میکنیم اما اسمی نمیبریم، به خاطر اینکه میخوایم حرمت ها حفظ بشه، نمیدونم مسائل امنیتی حفظ بشه. 4 تا اسم بگی، 4 تا عکس تو تلویزیون نشون بدید، مردم میفهمن آره شما دارید کار درستی میکنید. اینجوری خبرها رو به خورد مردم میدن که آره هم داره کار انجام میشه، یعنی هم این ورو میگیرن هم اون ورو میگیرن، اصلا میگن نه سیخ بسوزه نه کباب. بابا اسم دل و دزدا بیارید، مردم مگه چه انتظاری دارن از شما؟ صدا سیما اسم دل و دزدا بیاد. آیت الله آملیگ لاریجانی البته این رو هم گفت که این پرونده ها پیچیدگی های خاص خودشون رو داره و برای همین رسیدگی بهشون ممکنه زمان بر باشه. با مفسد فعل ارز باید برخورد قاطع کرد. منتها تعیین مصداقش ما نقطه اون است که کار آسانی نیست. ساده انگاری در اینجا ظلم به برخی از افراد میشه، چه میخواد شاکی باشه چه مشتکاهن باشه. تسرع در این رسیدگی ها درست نیست، سرعت درسته ولی تسرع درست نیست. خب ببین داستانم از این قرار هستش. الان ببین صدا ما چرا اومده آقای آملی لاریجانی رو پروموت کرده؟ به خاطر اینکه امروز اومد یه ویدیو از آقای صادقی بیرون، محمود صادقی که من توی کانال یوتیوب برام پشت پرده گذاشتم و گفت آقا بیاین 63 حساب بانکی رو مشخص کن. الان یه تیکایش هم برای شما میذارم. صدا ما نمیاد اون رو رسانه‌ای بکنه، میاد اینو رسانه‌ای میکنه که آره دستگاه قضا داره به مسائل رسیدگی میکنه. چرا صحبت آقای محمود صادقی امروز توی مجلس رو در 23 رسانه‌ای نکرد؟ تیکایش الان میذارم ببین. خب یه تیکایی رو از صحبت آقای محمود صادقی راجع به دستگاه قضا هم بهتون نشون بدیم، ببینید که چی گفته آقای محمود صادقی در خصوص حساب‌های بانکی آقای لاریجانی، همین آملی لاریجانی که 23 میاد اون خبرش رو پروموت میکنه اما صحبت آقای صادقی رو خیلی راحت سانسور میکنه. گوش بدید. و در اصل 47 میگوید مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و در اصل 107 میگوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. چرا از ولایت فقیه خرج میکنیم برای تعرض به حقوق مردم؟ ما یک زمان مطابق قوانین شرع مقدس میگفتیم اخذ سود از حسابهایی که مال خود افراد هست حرامه و ربا هست و قرآن ربا رو در حکم جنگ با خدا اعلام کرده. اکنون قوه محترم قضاییه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری می‌کند. منظورش همین هستش که حساب شخصی باز شده به اسم آقای صادق لاریجانی و ایشون هم سودهاشو گرفته و با اون سودها داره اصطلاحاً حالا بیزینس میکنه، هر کاری که هست میکنه. خب و از آنها سود میگیرد. این سود رو صرف مسکن و مزایای قضات میکنن. همه داد میزنیم چرا قوه قضاییه با متخلفین برخورد نمیکنه؟ آیا قاضی که مال مردم رو به خودش میدن میتونه با فساد مبارزه بکنه؟ بنده سوال کردم تعداد این حساب ها و مبالغ واریز شده و سود بنده برای قضات احترام قائل هستم و در این دستگاه قضایی محترم هست، اما چرا رعایت نمیشه موازین شرعی؟ اگر قوه قضاییه نیاز به بودجه داره آقای دکتر صادقی شما بله اینم صحبت‌های صادقی بود که بعدش دیگه مجلس ریخت. اما سخنرانی به این مهمی بعد براتون سوال باشه چرا در بخش خبری سانسور میشه. سوال دیگه با ما سوال داریم و سوال اینجا هست که 23 چرا میاد یه موضوعی رو به اسم اختلالگران بازار ارز میگه اما اون قضیه رو هیچ وقت رسانه‌ای نمیکنه. همین مسئله دارای پیچیدگی‌های حقوقی خودش هست. بانک مرکزی اعلام میکنه که کسانی بیان سکه بخرن، هیچ محدودیت هم برای این نمیگذاره. کسانی هم آمدن سرمایه‌شون رو به کار انداختن سکه خریدن. اگر بانک مرکزی بی تدبیری کرده و حدی برای تعداد سکه نگذاشته
و اگر بانک مرکزی بی تدبیری کرده و نرخ فروش را شناور قرار نداده بر اساس زمان تحویل با یه تخفیفی که بر اساس سود متناسب باشه، این تقصیر خریدار نیست. ما البته حدس میزنیم که یه مسائل و تبانی‌های پشت صحنه باشه. به هم میگه حدس میزنیم. شما به عنوان سخنگوی دستگاه قضا آیه لاریجانیش، پرونده ها زیر دست شماست، شما باید با قاطعیت صحبت بکنید، نه با حدس و گمان. حدس و گمان رو رسانه ها میکنن یا مردم عادی میکنن. شما به عنوان سخنگو باید به مردم اطلاعات دقیق و موثق رو بدید. این جهت هم داره رسیدگی میکنیم به این مسئله، ولی خواستم روشن کنم که مسئله به این سادگی نیست که عده‌ای خیال کنن همین فساد فی الارض است و یا علی. در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی موضوعات مختلفی از جمله نحوه برگزاری مناقصات و واگذاری‌های اصل 44 هم مطرح شد. در موضوع واگذاری‌ها رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره برخی پرونده‌ها ارائه کرد. داستان از این قرار بود که در چند روز گذشته گند یه سری مسائل اومده بود بالا. من آقای لاریجانی رو سخنگوی دستگاه قضا گفتم، اشتباهی گفتم در خبر قبلی، تصحیح میکنم. اما در خصوص مناقصات و واگذاری ها یه نکته به شما بگم که گندش اومد بالا که اصلا در بعضی از شهرها و در بعضی از استانها یه سری آقازاده ها و یه سری افراد نزدیک به سیستم اومده بودن یه سری پروژه های پیمانکاری رو برداشته بودن بدون برگزاری مناقصه بهشون داده بودن. و شاید از اون بالاتر براتون این باشه که در بعد بین‌المللیش اومده بودن یه دونه از این سرکنسولگری های ایران که دفترهای خدماتی دارن که کارهای مردم رو انجام میدن تو استرالیا رو داده بودن به یکی از این پسرای سرکنسول. حالا من خبرش بهتون نشون میدم. آره این سندی هستش که اومدن یه سری از این دفترهای واسطه رو که کارهای خدماتی و انواع اقسام این کارها رو توی کنسولگری ها انجام میدن دادن در اختیار آقای محمد صادق وهاجی هم چیزی که پسر خود سفیر هم هست ایشون، آقای و افراد دیگه‌ای که با ایشون هستن، محمد هادی بادجیان. خب و این اسناد اومده بود ازشون بیرون و گفته بودن که چرا این افراد تونستن بدون برگزاری مناقصه و بدون هیچ برگزاری چیز دیگه‌ای بهشون از این دفترهای خدمات ارتباطی، توی اصطلاحاً خدمات ارتباطی ولی خب خدماتی که مربوط به کنسولگریه توی استرالیا داشته باشن که این قضیه صدا کرده بود با یه خبر پوششی در بخش خبری 23 مثلا این گندو بخوابه. خب آخرین سرشماری بازداشتی‌های پرونده اخلالگران بازار. تا الان 45 نفر از این دو سه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت هستن. 45 نفر رو از اون اختلالگرا بازداشت کردن، یک نفرشون رو اسمش رسانه‌ای نکرد. البته افرادی هم هستن که ممکنه اتهاماتشون کمتر بوده با وثیقه آزاد شدن، اما تا همین الان 45 نفر بازداشت به سر میبرن. رئیس جمهور امشب با مردم صحبت میکنه. از حدود 1 ساعت دیگه رئیس جمهور از شبکه 1 سیما، شبکه خبر و رادیو زنده و مستقیم با مردم حرف میزنه. دفتر رئیس جمهور گفته امشب از پاسخ به ترامپ و روابط خارجی تا ارز و گرانی و راه حل مشکلات اقتصادی نکات تازه‌ای رو از آقای روحانی خواهیم شنید. علا برکت الله، خدا میدونه چقدر بره بالا دیگه ارز و دلار. این سخنرانی میکنه یعنی مردم تنشون میلرزه. قمار تکراری آمریکایی ها. در حالی که رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی مشغول فضاسازی درباره احتمال مذاکره با ایران، پومپئو وزیر خارجه این کشور در توهینی آشکار ایران رو بزرگترین حامی تروریسم خوند و گفت در شرایط فعلی مذاکره با ایران ارزشی نداره. در حالی که آمریکا خودش رو برای اعمال دور اول تحریم‌هاش علیه ایران آماده کرده، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی با وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه با ابراز تأسف از احیای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران اعلام کرد اروپا برای ادامه دادن به مراودات اقتصادی با ایران از فردا قانونی رو برای مقابله با تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا اجرا میکنه. ببینید چقدر باهوش در بخش خبری 23 اومدن 4 تا خبری پوششی که آره داره ارز درست میشه، ارز پایین میاد، نمیدونم داره قیمت سکه پایین میاد رو گذاشتن، بعد اومدن گفتن که آره
خبر بعدیش اومدن گفتن تقلای امریکا برای احیای تحریم‌های یک جانبه. بعد اومدن خبر تحریم امریکا رو گذاشتن، در صورتی که همه این بدبختی‌ها به خاطر تحریم امریکاست. اون 5-6 تا خبر رو فدای این خبر کردن که بخوان این قضیه رو زیر سوال ببرن، بعد بگن که آره این تحریم‌ها هیچ اثر نداشته. نمیدونم تحریم‌ها فکر کنم فقط تو خونه اونا اثر نداره، مثلا اونا مثلا خانواده‌اش خب این چرا تحریم‌ها مسئولین میگن اثر نداره؟ به خاطر اینکه همه بچه‌ها و فرزندان آقازاده‌هاشون خارج از کشوره. خب مشخصه که اونها روشون تاثیر نداره، چون واقعا نمیبینن این تاثیر رو. هیچ وقت هم که نمیرن تو خیابون مثلا ماست و لبنیات اینا رو بخرن، مردم عادی میرن میخرن. ماشیناشون هم که پلاک قرمزه، سوختشون هم دولت میده، خونه‌هاشون هم دولت میده، پول تلفن، آب و برق، گاز تلفنشون هم دولت میده مسئولین. پس اونا تورم و تأثیر تحریم ها و گرونی ها رو نمیبینن. تازه اونا میگن خوبه تحریمه، میرن دلال تحریم میشن که خودشون هم همیشه میگن جنس میارن 4 برابر میشه. یعنی اینا براشون سودم داره. یعنی این چرخ و سیکل شما ببینی متوجه میشی که این اتفاق میفته و برای همین نمیرن مذاکره بکنن دیگه، چون مذاکره اگر بکنن نون خوردن میافتن. وزارت اقتصاد آلمان هم اعلام کرد با وجود اثرگیری تحریم‌های آمریکا به تضمین سرمایه‌گذاری و صادرات شرکت‌های طرف قرارداد با ایران ادامه میده. بی‌اعتمادی ابدی ایران به آمریکا. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگه با توجه به دشمنی آمریکا با ایران، اگه امروز هم یک مسئله رو با آمریکا حل کنیم، اونها فردا مشکل دیگری ایجاد میکنن. ببینید این حرفا رو الان میزنن. خب اون موقعی که شما رفتید پای میز مذاکره 5+1 برجام رو امضا کردید، هورا کشیدید، مردم ریختن تو خیابون، خوشحال بودن، دست و کف و هورا میزدن، این حرفا رو نمیزدید. الان شدید توی این فاز که بی‌اعتمادی و خب اگه بی‌اعتمادی خوشحال رفتید مذاکره کردید. خب این سوال، یعنی واقعا اگه بی‌اعتماد نه خب چرا رفتید مذاکره کردید؟ کمالوندی معتقد اروپایی‌ها باید برای مقابله با کارشکنی‌های برجامی آمریکا بیشتر تلاش کنند. دو تا موضوع هستش که خاص اروپایی‌ها هستش که در واقع توانستنشون. اگر بخوایم هر کدوم از اینا رو بگیم، به نظر من میرسه که اروپایی‌ها میخواند یه کاری رو در واقع انجام بدن، نه اونقدر که در واقع به خاطر ما مقابل آمریکا قرار بگیرن. خودش هم قشنگ گفتی، یعنی اروپایی‌ها ترام برامون اصطلاحاً خورد نمی‌کنن. دم خروس رئیس جمهور آمریکا از نگاه وزیر خارجه. رمزگشایی ظریف از جنگ روانی آمریکایی‌ها و ادعای همراهیشون با مردم ایران. توجه کردید چقدر چینش خبرها تو 23 جالبه؟ 4 تا خبر کاور کردن، 4 تا خبر راجع به تحریم‌ها و امریکا. یعنی با اون 4 تا میخوان 4 تا خبر رو کاور. این چینش خبرها و نظم و ترتیب خبرها که یک دوره و یک تخصص خاصی هم میخواد بر اساس ارزش خبری هم جالبه. کلمه به کلمه برجام ساعتها مذاکره شده، بعد آقای ترامپ بیاد یه لحظه یه چیزی امضا میکنه میگه همش باطل. و این آدم میشه باش مذاکره کرد؟ یعنی این آیا جز یک نمایش تبلیغاتیه؟ نشون دادیم، ثابت کردیم که ما طرفدار مذاکره ایم، اما خب نشون بدین که مذاکره با شما اصلا ارزش وقت آدمو داره، ارزش زمانی رو داره که آدم میذاره با شما مذاکره بکنه. البته اینجا شده که واقعا داره راست میگه، انتقادی نباید نگاه کنیم. وزیر خارجه میگه آمریکایی‌ها میخوان از آب بازار ارز هم برای خودشون کره بگیرن. التهابات بازار ارزی در مغازه شکل نگرفته، در رسانه شکل گرفته، در فضای مجازی شکل گرفته. نمیگه از طریق دلال و آقازاده ها و از طریق سیستم فلج بانکی ما اتفاق افتاده، میگه از رسانه، دایورتش میکنه رو رسانه. و به رسانه چه ربطی داره وقتی مردم میرن تو خیابون میبینن دلار شده 12,000 تومان، رسانه ها اعلام میکنن آقا دلار شده 12,000 تومان. رسانه ها که معجزه نمیکنن که خبرها و اتفاقاتی که هست رو پوشش میدن، البته به غیر از این اخبار پوششی که 23 داره. من اقتصاد نمیفهمم، ولی واقعیات روی زمین ما، یعنی میزان صادرات ما، درآمد ارزی ما از صادرات به مراتب بیشتر از کل نیاز وارداتی واقعی و غیر واقعی ماست، از کالا بگیریم تا خدمات تا حتی کالای لوکس. خب این چجوری شکل گرفته؟ این در فضا شکل گرفته، سیاست آمریکا بوده که همینو شکل بده.
واسه همینم داره با این بازی میکنه. یه روز میگه میخوایم مذاکره کنیم، یه روز میگه یه کاری با شما میکنیم که عالم و آدم ندیده باشه. اصلا ببینین در 2 روز چه مواضع زیگزاگی میگیرن. اینها برای بازی با افکار عمومی ماست. بله چیزی ندارم، نظری ندارم. پررنگ شدن نقش بخش خصوصی با پاپس کشیدن دولت از طرح‌های نیمه تمام. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سیاست کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد گریزی زد و اینطور آماد داد که الان 6000 طرح ملی و 70000 طرح استانی نیمه تمام‌اند. در 6000 و 70000 عددا رو دیدید؟ پس اگر اینها نیمه تمامن، خب چرا شما میرید کلنگ پروژه‌های جدید رو میزنید که من در برنامه‌های قبلی هم گفته بودم؟ کشور که تکمیل شدنشون بیش از 450,000 میلیارد تومان سرمایه میخواد. جهانگیری میگه از سال گذشته تا حالا 72 پروژه ملی به ارزش 7600 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده. ببینید چه پولهای میلیاردی پشت پرده داره رد و بدل میشه. خب مثلا شما میرید توی فلان استان، توی شهر 2 تا کارخونه میزنید، نمیدونم توی شهر نمیدونم پتروشیمی میزنید. آقا دیگه نرید کلنگ بزنید، کلنگ میزنید بودجهشو میگیرید، خدا داند دیگه بودجه چه اتفاقی براش میفته. مجلس پا به رکاب کامیونداران. نمایندگان کامیوندار بله اینم خب خبر پوششی هستش برای اینکه بخوام بازار پر التهاب کامیونتارا و التهابشون رو بخوابونن دیگه. خب این خبرها کاملا خبرهای پوششی. بیمه و راهداری با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دور هم جمع شدند تا این بار موضوع پرداخت سهم 13.5% دولت و حذف دلالان در تخصیص بار به راننده ها رو چکشکاری کنن. ببین به جای اینکه بیان جلوشو بگیرن دلالی رو، و اصلا مردم تو این 40 سال نداشتن چیکار میکردن؟ بابا تو این 40 سال جلوشو میگرفتید. حتما بعد اعتصاب صورت بگیره، حتما بعد تشنج صورت بگیره، حتما بعد قحطی در مثلا باجهای در باجه های اصطلاحاً فروش بنزین یا در پمپ بنزین ها صورت بگیره که شما بخواید یک فکری بکنید. صدا سیما نمیره اینا رو تحلیلی و عمقی بررسی بکنه با توجه به امکاناتی که داره. میاد میگه بررسی شد، تحلیل شد، گفته شد فلان بابا شما توی رسانه به عنوان یک بخش خبری باید گزارش تحلیلی داشته باشی. مرسی. ویدیو در حد 31 دقیقه 32 دقیقه شد. ما معمولا تا 30 دقیقه ویدیو ضبط می‌کنیم. گفتیم اگر شما نظری دارید و دوست دارید برنامه طولانی تر بشه بگید که ما برنامه رو طولش رو بیشتر بکنیم، زمانش رو بیشتر بکنیم. به حال یک ایده است، من اجرا کردم با همه سختی‌هایی که وجود داره. مرسی از شما. حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب